بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت همه داوطلبین عزیز. دکتر سلیمی هستم، مدرس ریاضیات کنکور رتبه 112 کنکور سال 94، دانشجوی سابق مهندسی مکانیک دانشگاه امیرکبیر. در خدمتتون هستم با سوالات ریاضی و امیدوارم که درس ریاضی رو با هم بتونیم به جای مناسبی برسونیم و تو کنکور بتونید درس رو خوب پاسخ بدین. سعی کردم سوالات آزمون‌های جامع قلمچی، آزمون‌های جامع سنجش و کنکور سراسری چه داخل چه خارج رو براتون بیارم و اینجا حل کنید و سعی کنید که تو کنکور درصد بالایی رو بزنید. حالا کنکور تجربی درس ریاضیش سالهای اخیر یه مقدار سخت شده نسبت به قبل و آوردن درصد بالا تو این درس یه مقدار سخت هستش، ولی میتونید ازش استفاده کنید به عنوان یه پوان مثبت و یه پلی برای قبولیتون، چون تراز بالایی میده با توجه به اینکه سخته و اگه بتونید درصد مناسبی بزنید میتونید خیلی کمک کنید به قبولی خودتون. خب این تست رو با هم ببینیم. این سه تا عدد رو گفته سه تا عدد متوالی دنباله حسابی هستن، یعنی وسطی رو اگه ضرب در 2 کنیم میشه جمع این دوتا. خب کافی این کسر وسط رو ضرب در 2 کنم، میشه 2 ضرب در اون که میشه 2 به روی 3x منهای 2 برابر است با جمع این دوتا 1/8 به اضافه 1 به روی 3x به اضافه 10. خب این دوتا رو با هم مخرج مشترک میگیریم، میشه 8 در 3x به اضافه 10، بالا هم که 3x به اضافه 10، این هم در 8 ضرب شده به اضافه 8 مساوی 2 به روی 3x منهای 2. خب یه طرف مسئله ساده است، این که 24x تولید میکنه در 2 ضرب شه میشه 48x، این هم که 80 تولید میکنه در 2 ضرب شه میشه 160، پس به اضافه 160 مساویه 3x در 3x 9x2 ایجاد میکنه، 3x این هم می‌نویسم 18 کلا، 3x در 18 هم 54x ایجاد میکنه و منفی 2 در 3x منفی 6x ایجاد میکنه، منفی 2 در 18 هم منفی 36. خب میریم ساده کنیم با هم. 54x با منفی 6x میشه 48x که با 48x این ور میره و منفی 36 رو بیارم این سمت میشه مثبت 36 با 160 میشه 196 برابر است با 9x2، یعنی x2 برابر است با 196 نهم. به این ما رسیدیم. خب حالا میتونیم از گزینه‌ها هم استفاده کنیم. برای مثال گزینه 2 رو نگاه کنید، چون ما الان به x2 رسیدیم، گزینه 2 هم توش x2 هستش. نگاه کنید گزینه 2 رو، گفته کدوم گزینه زیر از این 4 تا خودش مجددا دنباله حسابی تشکیل میده. خب گزینه 2 رو ببینید، 2 برابر وسطی که 100 نهمه میشه 200 نهم. آیا برابر با جمع طرفین؟ خب 4 نهم، گفته اون ورش 4 نهمه و این طرفش x2. خب x2 هم 196 نهمه. ببینید درست در میاد. خب 9 که با هم یکیشو می‌نویسیم، 4 به 196 هم که میشه 200. پس همین گزینه درسته. گزینه 2 جواب ما هستش. فقط شما یادتون باشه که در دنباله حسابی سه عدد متوالی اگه A و B و C باشن 2 برابر وسطی یا همون B میشه جمع طرفین، یعنی A به اضافه C که به اون B میگن واسطه حسابی. اینم سوال سنجش بود، سوال متوسطی بود تقریبا.